درس 49 از کتاب مربی معامله‌گری روزانه با عنوان قدرت تفاوت. سلام به همه معامله‌گران پرشور و هدفمند گروه نقشه راه معاملات روزانه. من مرتضی سلیمان‌زاده هستم، تحلیلگر، معامله‌گر و مدرس دوره‌های بازارهای مالی و تولید کننده پادکست‌های انگیزشی و آموزشی. خیلی خوشحال میشم که امروز کنار شما هستم تا یه درس فوق‌العاده دیگه از کتاب مربی معامله‌گری روزانه نوشته برت سیمبارگر رو با هم مرور کنیم. اگه آماده که یه قدم بزرگ به سمت رشد شخصی و تسلط بر معاملاتتون بردارید، پس بیایید با هم شروع کنیم. امروز قراره درباره درس 49 صحبت کنیم، قدرت تفاوت. این درس از کتاب مربی معامله‌گری روزانه نوشته برت سیمبارگر به ما یاد میده که چطور میتونیم با روبرو شدن با ترس‌ها و الگوهای قدیمیمون پایان‌های جدیدی برای داستان‌های ذهنیمون خلق کنیم. این درس یه نقشه راهیه برای تغییر ماندگار و تسلط بر احساساتی که گاهی معاملاتمون رو به چالش میکشه. بیاید یه لحظه فکر کنیم اگه یه ترس قدیمی مثل ترس از ضرر کردن همیشه باعث بشه زودتر از برنامه از معامله خارج بشید، چی میشه؟ انگار یه داستان تکراری تو ذهنتون پخش میشه که نمیذاره به سودهای بزرگ برسید. حالا اگه بهتون بگم که میتونید پایان این داستان رو عوض کنید، میتونید به جای فرار از ترس باهاش روبرو بشید و به خودتون ثابت کنید که قوی‌تر از اونی هستید که تا حالا فکر میکردید. امروز قرار یاد بگیریم چطور با قدرت تفاوت الگوهای قدیمی رو بشکنیم و یه معامله‌گر مطمئن‌تر و موفق‌تر بشیم. آماده این؟ درس قدرت تفاوت به ما میگه که صحبت کردن به تنهایی نمیتونه تغییر پایداری ایجاد کنه. تغییر واقعی وقتی اتفاق میفته که ما تجربه‌های احساسی جدید و قدرتمندی داشته باشیم. این تجربه‌های قوی هستند چون دقیقاً ترس‌ها و انتظارات منفی رو به چالش می‌کشند. مثلا اگه همیشه از ضرر کردن می‌ترسید و به خاطر این ترس زود از معامله خارج میشید، این یه الگوی دفاعی. شما دارید از احساس ناراحتی فرار می‌کنید. اما هزینه‌اش چیه؟ سودای بزرگ از دست میدید و معاملاتتون پر از نوسان میشه. فرض کنید یک کوهنورد هستید و همیشه از افتادن می‌ترسید. به خاطر این ترس هیچ وقت به قله‌های بلند نمیرید و فقط مسیرهای ساده رو انتخاب میکنید. حالا اگه یه روز تصمیم بگیرید با یه مربی با تجربه و تجهیزات مناسب به یه قله بلند صعود کنید، چی میشه؟ وقتی به قله میرسید میفهمید که ترستون اونقدر هم واقعی نبوده. معامله‌گری هم همین طوریه. وقتی با ترس هاتون روبرو بشید میفهمید که میتونید ازشون عبور کنید. اما چرا این الگوها تکرار میشن؟ استینبارگر نویسنده کتاب میگه که این الگوها دفاعی مثل یه سپر هستند که ما را از احساسات دردناک محافظت میکنن. مثلا ترس از ضرر ممکنه ریشه تو تجربه‌های گذشته داشته باشه، مثل یه ضرر مالی بزرگ و یا حتی یه شکست شخصی. هر بار که به این الگوها عمل میکنید انگار دارید به خودتون میگید من نمیتونم با این ترس کنار بیام. اما حقیقت اینه که شما قوی‌تر از اون چیزی هستید که فکر میکنید. راهکار روانپویشی خلق پایان‌های جدید. برای تغییر باید به پایان جدید برای داستان قدیمیتون بنویسید. این یعنی به جای فرار از ترس باهاش روبرو بشید. مثلا اگه همیشه زود از معامله خارج میشید، دفعه بعد عمدن تو معامله بمونید و به خودتون اجازه بدید اون ترس رو حس کنید. شاید اولش سخت باشه، اما وقتی میبینید که میتونید باهاش کنار بیاید، یه حس اعتماد به نفس عمیق پیدا. مثال عملی، فرض کنید معامله باز کردید و قیمت داره به سمت حد ضرر حرکت میکنه. به جای اینکه فوراً وارد معامله بشید و معامله رو ببندید، یه نفس عمیق بکشید، به برنامه معاملاتیتون نگاه کنید و به خودتون یادآوری کنید که این ریسک حساب شده است. اگه به حد ضرر رسید، ضرر میکنید، اما این پایان دنیا نیست. اگه به حد سود رسید، برنده میشید. تو هر دو حالت شما یه تجربه جدید خلق کردید که بهتون نشون میده ضرر اونقدرها هم که میگید ترسناک نیست. بریم ببینیم مراحل فرایند تغییر چیه. استینبارگر یه نقشه راه مشخص برای این تغییر به ما میده.
اولین بخش این نقشه شناسایی الگوهای مشکل ساز. اول ببینید چه رفتارهایی تو معاملاتتون تکرار میشن. مثلا آیا همیشه زود معامله رو میبندید یا بیش از حد ریسک میکنید؟ دو، درک هزینه ها. این الگوها چه هزینه ای براتون داره؟ شاید سودهای بزرگ رو از دست میدید یا اعتماد به نفستون رو کاهش میدید. سوم، کشف ریشه الگو. این الگو داره از چه چیزی محافظت میکنه؟ شاید ترس از شکست یا احساس ناکافی بودن. چهارم، خلق تجربه‌های جدید تو معاملات یا حتی روابطتون. عمدن با اون ترس روبرو بشید. مثلا با یه معامله‌گر با تجربه صحبت کنید، بعدش یاد بگیرید که چطور با ضرر کنار بیاید. و پنجم، تکرار و تثبیت. این تجربه‌های جدید رو بارها تکرار کنید تا به بخشی از شخصیت معاملاتیتون تبدیل بشه. قدرت تجربه‌های احساسی اصلاحگر. یه مفهوم کلیدی تو این درسه به اسم تجربه احساسی اصلاحگر. این یعنی اینکه وقتی با بدترین ترس هاتون روبرو میشید و میبینید که میتونید باهاشون کنار بیاین، یا یادگیری عمیق اتفاق میفته. مثلا اگه همیشه از ضرر کردن میترسیدید و یه روز توی یه معامله حساب شده ضرر کردید اما دیدید که زندگیتون ادامه داره، این یه تجربه اصلاحگره. این تجربه بهتون یاد میده که ترس هاتون قابل مدیریت است. خودتون رو تصور کنید مثل یه جنگجو تصور کنید که داره با یه اژدهای بزرگ روبرو میشه. اولش اژدها ترسناک به نظر میاد، اما وقتی شمشیرتون رو بلند میکنید و باهاش میجنگید میفهمید که اژدها فقط یه سایه است. هر معامله‌ای که با برنامه و اعتماد به نفس انجام میدید یه ضربه به اون اژدهای ترسناک. بریم سراغ راهکار عملی. ببینیم که چجوری ترسامون رو که شناختیم حالا باشون. یادداشت برداری احساسی. هر روز بعد از معاملات بنویسید چه احساسی داشتید و چه الگوهایی تکرار شده. این کار بهتون کمک میکنه ریشه ترساتون رو پیدا کنید. تمرین ذهن آگاهی. وقتی حس کردید ترس داره شما رو کنترل میکنه، یه لحظه مکث کنید، نفس عمیق بکشید و به خودتون یادآوری کنید که این فقط یه احساسه، نه واقعیت. الگو برداری از مربی. یه معامله‌گر موفق رو تصور کنید و سعی کنید یه روز مثل اون معامله کنید. این کار بهتون کمک میکنه الگوهای جدید و مثبت رو امتحان کنید. گفتگو با همکار. با یه دوست یا همکار معامله‌گر درباره ترساتون صحبت کنید. گاهی شنیدن دیدگاه یه نفر دیگه میتونه بهتون یه زاویه جدید بده. جمع‌بندی درس 49. درس 49 به ما یاد داد که تغییر واقعی از تجربه‌های احساسی جدید میاد، نه فقط از فکر کردن یا صحبت کردن. با شناسایی الگوهای دفاعیمون، روبرو شدن با ترسامون و خلق پایانهای جدید برای داستانهای قدیمی، میتونیم به معامله‌گرانی قوی‌تر و مطمئن‌تر تبدیل بشیم. یادتون باشه هر معامله‌ای که با برنامه و شجاعت انجام میدید یک قدم به سمت تسلط بر خودتون و بازار نزدیکه. پس از امروز یه تجربه احساسی اصلاحگر را امتحان کنید و ببینید چطور زندگی معاملاتیتون رو تغییر میده. اگه میخواید این مسیر رشد رو با ما ادامه بدید، حتما به گروه نقشه راه معاملات روزانه بپیوندید. ما تو کانال‌های رسمیمون کلی محتوای آموزشی، انگیزشی و نکات کاربردی براتون آماده کردیم. بیایید با هم قله‌های موفقیت تو معامله‌گری رو طی کنیم. وبسایت رسمی ما هست www.dailytradeblueprint.com. کانال تلگرام با همین اسم هست و همینطور کانال یوتیوب که در واقع ادساین مرتضی سلیمانزاده 4916 هست. خب دوستان عزیز، وقت خداحافظیه. امیدوارم این پادکست بهتون انگیزه داده باشه که با شجاعت به سمت ترساتون برید و داستانهای جدیدی برای معاملاتتون بنویسید. آرزو میکنم روز معاملاتیتون پر از تصمیم‌های هوشمندانه و سودهای بزرگ باشه. تا پادکست بعدی مراقب خودتون باشید و همیشه رو به رشد. با عشق و انگیزه، مرتضی سلیمانزاده از گروه نقشه راه معاملات روزانه.